اینجا همه عربا هم زندگی میکنن. اینجا اکثرا عرب‌های ایران هستن. عرب‌های ایران ها. نبودن ندیدیم. ما مخصوص گفتیم دشت کربلا میریم. هم زیارت هم دیدن هم تماشا. همه چی کاملا رایگان بود. همه رایگان بود. و به زور بهت غذا میدن، به زور نگهت میدارن. یا توی همین موکبایی که کنار جاده زدن بهش میگن موکب، راههای کوچیکی که زدن یا منزل خودشون میبرن. آقا وارد کرخه شدیم، ما هنوز 67 کیلومتر دیگه داریم تا جذابه و از همین جاها شروع شده موکب، یعنی از قم به بعد شروع شده بود. از اینجاها دیگه کیپ به کیپ. زنده باشی داداش، فدات شم. منزل رایگان و اینا همینجوری میگن. اینجا دیگه جفت به جفت شروع شده، به زور نگه میدارن غذا بخوری فلان. از قم به بعد دیگه هر مثلا چند کیلومتر بود این داستان، ولی اینجا دیگه همه تصویر و اسکان رایگان بگیر تا آب و غذا این داستان ها خدا قبول کنه. 100 متر دیگر به چپ بپیچید. چک 500 متر دیگه به چپ بپیچید. فکر میکنم که شهیداشن. شهیدا دوستان عزیز، شب بخیر باشه. خلاصه اگر ما عراق گفته میریم دشت کربلا، نصیب نبوده ندیدیم. ما مخصوص گفتیم دشت کربلا میریم، هم زیارت هم دیدن هم تماشا. با همراه دوستم علی جان گفت که 15 روزه حدوداً 10 تا خوش 15 روز محترم صدق فراموش باشه. زمان سلامتی شما، سلامتی خودتون، خانواده‌تون، صدق پرداخت کنید. پارسال فروش 22 صدقه میلیون برکت میاره، رزق میاره، تصدق الحمد لله. البركة بالصدقة لا تنسون الصدقة. أنا من حج بزرگترین پیاده روی میشیده. لا خیلی تنسون الصدقة. با اینیم با فکرم که صدقة همه خوش آمدید مسلمانان محترم ان شاء الله. بسلامتی همه چی به رسید. پلای هولی سلامتی رفتن به میگیره، ما شما سلامت دو نشون میتون. صدقه فراموش نشه. زمان سلامتی شما. سلام. عجایباتیش در چی بود برادران؟ عجایباتیش در همین بود که حدود 100 کیلومتر خوراک به پل، تمام خوراک، جای خواب، غذا، آب، شستن لباساتون، ماساژ دادنتون، داروی قرصی اگه بیمار بشید بخواید، همه چی کاملا رایگان بود. همه رایگان بود. و به زور بهت غذا میدن، به زور نگهت میدارن. یا توی همین موکبایی که کنار جاده زدن بهش میگن موکب، راههای کوچیکی که زدن یا منزل خودشون میبرن. و اگر هم از پذیراییشون نگیری ناراحت میشه. بله درست است. همین چیزا رو من با چشمم دیدم و با خواستم که شما دام نشان بدم. اینا کم کم شب با من بنوار گرفتگیم، اشکال شما میگردانم، تماشا کنید، حلاوت ببرید. و همین که همین دشت کربلا نصیبی ما نبوده، ما نرفتیم، هم پیاده گردی یک بار بنوار بودیم. خیر ان شاءالله برای سال بعد. خدا نصیب. ان شاءالله خدا نصیب کنه برای سال. انا جایی که خوراک به پل میتن و میتن یک جای دیدن میکنیم. یک اعتقادی مردم دارن برای اینکه شما زمانی که بخواید بری زیارت امام حسین باید امام حسین تو رو بخواد و بطلبه. و وقتی کسی که میره برای زیارت میگن تو کسی هستی که امام حسین تو رو خواسته، پس آدم با ارزشی هستی، باید بهت خدمات بده، بهت خوراک بده، بهت رایگان، جای خواب و همه چی بده. روی این حساب مردم محبتشون رو به زائرین میرسونن. بله. خلاصه اگه تماشا میکنیم همین برنامه را و نزدیک دشت کربلا اومدیم، از سرحد عراق نموندن که بگذاریم. یک جای طرف شو تماشا میکنیم دیدن. ساعت 2 شب. ساعت 2 شب اینجا نه. اینجا همه عربا هم زندگی میکنن. اینجا اکثرا عرب‌های ایران هستن. عرب‌های ایران ها. خیلی گفتم اینجا ده همچون مهمان میایی اینا خرما میخری. خرما بسم الله الرحمن الرحیم. اینا خرما تو که علی جان بریم اونجا بخوابیم. استراحت. نه همه چی به پل، چیزی که بخواهید به پل عادیه میکنن تا این همین قدر رو همین کلان همه جای خوبی آدم ها
رستوران اینجا. این بندی خدا ما رو درو این اوه خوبی کسا خودم همه خوبه. آبابی میگه بشینه شما من شما در خوراک بیارم. خلاصه اگه ما این بوده میشینیم و خوشن خوراک هم بیاوردیم. همه چشم هست هم بگیم اینجا خوب همه مردم خوب هست. ما میدونیم نکن خوراک ما رو میخوایم خوب میدونیم. یک پول بیچه هم 15 روز بوده ایم. 15 روز هم خیلی بوده. روز بخیر. در خستمت حرکت میکنیم باید طرف پایتخت شدن.